دهکده نتلستون. الان جادرک و ماموراش میرسن. نه، نباید نگران این باشی. نباید منو با تو ببینم. نباید ببینم دارم با تو حرف میزنم. پسرم ناتیا تو قلعه کار میکنه. بهتر زن و بچه تو برداری و از اینجا ببری به جای دیگه. جادریک امروز سراغت نمیاد. بیا بریم. منتظر چی هستی؟ هیچی. همه چیز رو به راهه، نگران نباش. ببینشون. چی میگی؟ به صورتاشون نگاه کن، دلت نمیاد حتی بهشون نگاه کنی. جادریک! رابین، تو دخالت نکن. میدونی که باید کارم انجام بدم و میدونی که افراد داروغه دارن میان اینجا که مشکلی پیش نیاد. مجبور این کارو بکنی؟ زمان داروغه قبلی تو به این کار من اعتراضی نداشتی. اون فرق میکرد. چطور؟ از دو چیز نمیشه فرار کرد: مرگ و مالیات. ولی وقتی علت مرگ مالیات باشه معلومه که فسادم هست. خب اینو بگیر و حساب کن. نمیتونم، این پول دزدیه. داروغه میدونه که اون نمیتونه چنین پولی بده. به مبالغ کوچیک تقسیمش میکنم و کم کم به حسابش میریزم. اینجوری قابل توجیه میشه. حالا هر وقت هر کی یه تیکه نون تو دهنش بذاره یاد خوبیه تو میفته. حتما. یه لطفی بکن، بهشون بگو که منو ندیدی. بگو که این برنامه خودته. چرا؟ که مردم فکر نکنن. مأمور مالیاته. مگه رابین نگفت درستش میکنی؟ گفت ترتیبشو میده. پس چرا؟ من میفهمم. اون همه پولو تقدیم مأمور مالیات کردیم. مباشر. چه فرقی میکنه؟ اوین، کیت، میدونید که من امروز اومدم تا رابین هودو ندیدی؟ اون گفت در مورد مالیات باهاتون حرف میزنه. نه خیلی متاسفم. من رابین هودو ندیدم، ولی میتونم براتون کاری بکنم. اونو کشت. رابین اونو کشت. رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند. چه کسی به داروغه تیراندازی کرد؟ نمیتونی قبول کنی بهتر از تو هم هست؟ خوب از دستت در رفت. اون کی بود؟ یه نگهبان شب. تا حالا نشنیده بودم. نگهبان شب سالهاست که اینجاست. شاید یکی از جنگجوهای گمنام باشه. آدم خوبیه. مردم دهکده خوب میشناسنش. در ناتینگهام هم دیده شده. حتی داخل قلعه. برای مردم دارو میاره و پس افراد داروغه دستور دارن به محض اینکه ببیننش با تیر بزننش، ولی اون مثل شبهه. چرا مباشر رو کشت؟ باید پیداش کنیم.
شهر ناتینگهام. اهالی دهکده نتلستون گزارش دادم امروز رابین هود یک مباشر بیگناه کشته. این خیلی عالیه. بدون شک حالا دوستدارانش میون خودمانشون خود آنها را مورد هدف قرار داده. ازش دل سرد میشم. دیگه چه خبر؟ رابین هود بهشون قول داده جلوی تخلیه خونه هاشون رو بگیره. این پسر واقعا دیگه عقلش از دست داده. خب پیشنهاد تو چیه؟ پس گرفتن سریع املاک. جادریک موافق این کار نبود. چرا باید آدمای بیگناه به خاطر مرگ اون رنج بکشن؟ همون آدما جنایت‌های اونو گزارش کردن. آیا پس گرفتن املاک در سایر دهکده ها کارساز بوده؟ نه؟ ماریان درست میگه. ادامه دادن همان راه اشتباهه. نظر تو چیه؟ دستگیر کردن اون برای ما یک امتیاز محسوب میشه. رابین هود خودش این موقعیت رو فراهم کرده. باید ازش استفاده میتونیم در تمام شهر جار بزنیم چه جرمی اتفاق افتاده تا همه مردم با خبر بشن که یه آدم بیگناه کشته شده. خوبه. قلب و فکر مردم رو تسخیر میکنیم. سرورم من هنوزم به عمل اعتقاد دارم تا به حرف. اگه اجازه بدید جاشو پیدا کرده و شکارش کنم. خیلی خوبه. بذارید تا بهترین مردان ما وارد عمل بشن. جادریک بی‌نظیر بود. مهربان، بخشنده و دانا بود. قتل مباشر ما به محض اینکه جادریک رو دفع کردن از اینجا میگیم. به همه میگیم چون ناراحتی. ذات شرور معلومه که ناراحتم. در پاسخ به این تغییر رویه رابین هود حالا مردم بیگناه رو مورد تهاجم خودش قرار داده. برای مقابله اینجا چه کار میکنی؟ من از همه تو نباید اینجا باشی. خواستم تا به ما محق بشن. ازم خواستن دوباره برگردم. برای مبارزه برگردم با این سر یاغیان و خدمت. دشمنان مردم. با داروغه حرف و این در میزنم. واقع یک ازش وضعیت میخوام جنگی. معافت کنم. اشتباه نکنید. اینها معاف یک از مشت خدمت. یاغی ساده نیستند. این جنایتکاران و نمیدونم از چی کار جمله رابین کنم. هود قهر باید از دارم. میان تهدید برداشته هیچ بشن تردیدی تا وجود نداره. امنیت به وقتی این خانواده ماجراها تمام بشه تو هم با ما برمیگردی. همه اینها فقط در یک لحظه و یک زمان اجرا و تمام خواهد شد. فقط باید رابین هود رو اون میگه جادریکو تو کشتی. خودم شنیدم. ولی این درست نیست. ما که جنایتکار نیستیم. ما یه جورایی جنایتکاریم. یاغی و قانون شکن هم هستیم. بین نظم و امنیت، اقتدار و کشتار کورکورانه ای که توسط رابین هود و یاغیان شبیه اون صورت میگیره فرق هست. این یعنی قانون شکنی و باید مجازات بشن. ما همه آنها را شکار خواهیم کرد، حتی اگر لازم باشه با استفاده از سگ. ما به گونه ای عمل کنیم تا برای همیشه از شر این گونه افراد قاتل و شرور خلاص بشیم. هرگز این کارو نکن. اون شرافت منو نشونه رفته. درسته؟ فکر میکنی فقط تو هستی که داری آسیب میبینی؟ اون داره درباره من حرف میزنه. باید اشتباه خودتو قبول کنی. تو یه مأمور بیگناه کشتی و حالا اون داره حد اکثر سوء استفاده من این کارو نکردم. کی؟ پس کار کیه؟ کار همون نگهبان شبه که مثلا خیرخواه مردمه. بله. من دیدمش. خودم اونجا بودم. کار نگهبان شب نبودی. از کجا میدونی؟ میدونم. و چرا فرار کرد؟ خود تو چرا فرار کردی؟ باید برم. باید به من کمک دارم کنی. کمکت میکنم. بهت گفتم کار نگهبان شب کار نبودی. هر کسی باشه پیداش میکنم. همه جا رو میگردم ولی داخل قلعه رو نمیتونم. این کارو تو باید برام بکنی. لازم نیست بهم بگی چی کار بکنم. خواهش میکنم. باید این اتهام از خودم پاک از کنم. قاتل چی میشه؟ به اندازه آبروت اهمیت نداره؟ اگه اعتماد مردم از من سلب بشه دیگه کاری نمیتونم بکنم. سعی میکنم. پیشنهاد تو از نظر داروغه بیشتر جنبه نمایشی داره. برای مقابله با آدمی مثل رابین هود باید کارهای جدی تری کرد. خوب فکر کن. سرگای؟ ماریان
سگا برای گرفتن رابینه؟ بله فکر منه. این بهترین کاریه که میشه کرد. با قهرمان مردم؟ دوست کوچک ما سریع جابجا میشه. باید این فرصت رو ازش گرفت. بله شاید. Even when my father was the sheriff, I could not grasp the intricacies. He sent me here, by the way. He thinks it is safer with a killer on the loose. You say a killer? You do not think it is Hood? Whoever it is, he thought it would be safer here in the castle. No, that's not permitted. Oh. I'll talk to the sheriff. Thank you, Sky. رابین و افرادش به طرف جنوب داخل جنگل رفتن. بهشون نشون بدید جایی برای فرار کردن نداره. با این سگا مجبوره فرار کنه. احساس خوبی ندارم. اونا دارن به اینجا نزدیک میشن. از این طرف میان با سگ. افراد قرارمون بیرون دهکده. یکیشون اون طرفه. ماتیو من چپ دست هستم. ببین نه ببخشید. همینجا بمون. تو پسر خوبی هستی. خودم همه چیزو بهت یاد میدم. خب بگو ببینم کار جدیدت چطوره؟ بسیار خوب. میدونی تو پسر خوششانسی هستی. حالا که آسیا به پدرت بسته شده لازم نیست مثل اون به جنگل فرار کنی. میتونی همینجا به ما کمک کن. نگهبان پیداش کنی. تو اتاق من؟ تو اتاق خودم؟ افرادت کجا؟ گیزبر اونا رو با سگا برده جنگل برای تعقیب رابین. اون یک احمقه. گفت خودتون بهش دستور دادید. رفته دنبال رابین هود در حالی که اون تو قلعه داره آدم میکشه. برش گردونی تو هم برو دنبال قاتل. بله قربان. سب کن. بهش بگو سگ‌ها رو 2 برابر کن. ولی سرورم فکر کردم گفتید این کار فایده ای نداره. 2 بار اشتباه کردم. نمیخوام برای بار سوم اشتباه کنم. بذار اون کارشو بکنه و تو میری دنبال قاتل. باید پیداش کنی. تو مسئول این کار هستی. بله سرورم. دهکده نتلستون. ماتیوی عزیز دیگه بین ما نیست. اونا یاغیای وحشی کشتن. مرگ اونا بی جواب نخواهیم گذاشت. انتقامشو از رابین هود خواهیم گرفت. قول میدم. باورم نمیشه. سربازو چطور اینجا رو پیدا کردن؟ نه چه مصیبتی.
همه آذوقه نابود شده. اونا همه چیز نابود، همه غذاها رو. اینجا چه خبره؟ تو قلعه خودم مجبورم پنهان بشم، نمیتونم آزادانه حرکت کنم. بیرون! برید بیرون! نه سرورم، صبور باشید، قاتل رو پیدا خواهیم کرد. فقط همین پیداش میکنید؟ دادی دا. برید گم شید! وضع گیزبورن در لکسلی چطوره؟ سکای بیشتری رو آوردن ولی یاغیان هنوز دستگیر نشدن قربان. مراقب اوضاع قلعه که هستی؟ بله قربان. خوبه. فکر میکنی تو مرگ کافی باشه که مردم علیه یاغیان تحریک کنی؟ اگر قراره رابین رو مسئول قتل نشون بدیم پس بهتره این کار کامل اجرا کنیم. شاید بهتر باشه ترتیب چند مرگ دیگم داده بشه، چند مرگ تمیز و جمع و جور. نگهبان! زود باشید به طرف محبته! لیدی ماریان، سریع با من بیایید. چطور این کار ممکنه؟ تو که گفتی همه ای درها بستن. باید زودتر برید به اتاقتون، اینجا اصلا امن نیست. اینجا چه خبره؟ 3 نفر در حوزه مراقبت تو کشته شدن. اتفاق ناگواری بود. بی‌لیاقتی تو بوده. تو چه کردی؟ کمی آذوقه و پسمانده غذا ولی خبری از رابین هود نیست. نتونستی بگی. مزخرف میگی تو بی‌لیاقتی. بی‌لیاقتی که هنوز نتونستی. باشید این چه رفتاریه؟ احمق خواه. منو ببخشید. همه این قتل ها به رابین هود نسبت داده میشه ولی بدون مدرک. هیچ شاهدی هم نیست. اون چطور میتونه بدون اینکه نگهبانا ببیننش وارد قلعه شده باشه؟ خود شما چند لحظه قبل از اینکه زن خدمتکار کشته بشه اونجا بودید. ولی من اینو به خاطر نمیارم. به نظر میاد میخواید عمداً علیه رابین هود صحنه سازی کنید. تو رو دیده؟ اون فقط داره حدس میزنه قربان. فکر میکنی آب گیرمون بیاد؟ با یکم نون و پنیر؟ دلم پنیر میخواد. اگه ما رو بگیرن شکنجمون میکنن و دورمون میزنن، اون وقت این حوث پنیر که اربابونا سگن، نمیتونیم معطل بشیم، تعدادشون خیلی زیاده. ولی باید یه کاری کرد. نمیتونیم تا ابد همینطور فرار کنیم. حداقل میتونم چند تاشون رو بزنم. بریم به شهر، به نتلستون. دهکده نتلستون. شما از این دهکده نیستید، برید بیرون. روز بخیر. ببخشید نگهبان شب این طرفا نیومده؟ کسی شماها رو به اینجا دعوت نکرده. به ما غذا میدی؟
آب یا هر چیزی خواهش میکنم. تو پسر منو کشتی. یه خبره. چی میگی؟ تو که منو میشناسی کیف؟ نمیشناسمه. تو جادریکو پسرمو این قسم کشتی. میخورم به متیو آسیبی نرسوندم. متیو؟ اسم پسرمو نیار. حق نداری اسمشو به زبون بیاری. قسم میخورم من متیو رو نکشتم. جدریک اونم مثل بقیه کشتی. کدوم بقیه؟ شما چی کار دارید میکنید؟ چی کار میکنید؟ من به خاطر شماها می جنگم. داروغ آدم ها رو به خاطر دزدیدن نون دار میزنه. زبونشون رو با بیرحمی میبره. بین شماها تفرقه میدن. ما داریم از اینجا میریم. از اینجا میریم. جلو نیا. از خونم آواره شدم به خاطر اونا. خودم رو تسلیم داروغه کردم به خاطر اونا. به خاطر اونا به جادریک پول دادیم. ولی اینو درک نکردم. ببین چی پیدا کردم. یه مهر چرمی میتونی ازش بسازی؟ معلوم نیست مال کدومشون بوده ولی به درد میخوره. خوبه. به درد میخوره. میبخشید از اینجا نمیتونید جلوتر برید. اومدم به ملاقات جولیسی. با من کار داره. تو نباید میومدی. اینجا امن نیست. میدونم. ممنونم. اشکالی نداره. اوضاع خوب نیست نه؟ نه. همه فکر میکنن رابین قاتله. تا حالا 3 نفر کشته شدن. نمیتونم بفهمم. متیو بیچاره پدر مادرش دردشون رو حس میکنم. مثل مرگ روته. با خاطراتش زندگی میکنم. خاطرات خوبش. هر چیزی که منو یاد مرگ بیهوده میندازه متأثرم میکنه. جان میخوام سرپرستی گروه به عهده بگیری. من باید برم به قلعه. دیگه بسه. دیگه فرار نمی کنیم. دوباره میخوای خودتو تسلیم کنی؟ این دفعه نه. ولی تو قلعه میگیرنت. چی؟ منم باهات میام. اونا خیلی زرنگن. نگران نباش. From here, could I shoot an arrow through that window? Pull smoothly like you're combing your hair. You could. But of course I wouldn't. You're teasing me, aren't you? Yeah, I'll say anything, I will. And from the days when you could. Nowadays, we hold our tongues. Those of us lucky enough to still have them. Say one thing when we mean another. For instance, well, you say you want archery lessons, but you're really only interested in bow range. You're trying to prove it couldn't be him. You still love him? No. Who?
Not that you ever see him, but tell him. Good people do still love him. قلعه ناتینگهام. چرا به جای یک دوست همیشه تو میای سراغ من؟ بگو سگات برگردن. چرا؟ مگه تو قاتل نیستی؟ خودت میدونی که نیستم. درسته، ولی حالا میخوای چیکار کنی؟ اومدی اینجا تو اتاق من بخوابی؟ گمون میکنم یه نفر میخواد که تو بمیری. خوب فهمیدی، ولی این که موضوع تازه ای نیست. من اومدم به اتاقت که اون قاتل رو ببینم. اگه اون قاتل نصف من زرنگ باشه همین کارو میکنه. حالا میخوای چی کار کنی؟ میتونم برات بگیرمش. دو تا سوال. چطور و چرا؟ دهکده نترستون یادت میاد؟ برو اونجا و کاری کن که همه خبردار بشن که اونجایی. این کار قاتل رو میکشون اونجا و بعد افراد من میزننش. پس افراد من چی کارن؟ افراد من نامرئی هن. فرض کنیم که من قبول کنم. چرا؟ به خاطر آدمای بیگناهی که کشته میشن. نمیتونم ساکت بشینم. دست بردار رابین. این خوابی باعث شده بزنه به سرت. بیا با هم رو راست باشیم. این دلیل واقعی تو نیست. میخوای بدونی دلیل واقعیش چیه؟ باید با واقعیت روبرو بشی. دیگه مردم نمیخواند رعیتات. همه اونایی که زمانی دوست داشتن و ازت حمایت میکردن حالا علیه قرارمون قبول داری یا نه؟ میدونی که مجبورم قبول کنم. کار عاقلانه ای میکنی. راستی اینو برای تو آوردم. یه نشونه. هر کی که اینو همراه داشته باشه از افراد منه. چه جالب. رابین به لباسم میاد؟ این هدیه من برای نجات زندگی توی. شب خوش. Sorry, my lady. So, this is you with your head down. You cannot be here. Shh. Don't make me such a spoilsport, Marion. Listen, I've been trying to think about who could have done this. I think the killer is de Fortnoy, the Master-at-Arms. Because? Well, he was right there when the maid was killed. And think about it, a murderer on the loose merely consolidates his position. This situation is in his interests. Well, I intend to change this situation. You think just because you want to change things, you can?
It's hard to change the things you do not want to change. And what about just getting away while you can? Why? When we're having so much fun. Oh, does anything touch you, Robin? What does that mean? It means you wander around as if nothing could hurt you, as if arrows would bounce off you. I do not think I've ever seen you hurt. Oh, I have been hurt. Tell me. See? You think it is strong not to feel. But if you cannot admit you feel, how can you understand when others feel? How can you be a whole man? I feel when innocent people are shot down. I feel when my men are hunted like animals. I feel when good people turn against me. I was talking about you to someone today. A good man. Someone who still remembers you from the old days. And you know, there are still people who love you. My lady. One moment. Out! By the way, your investigations. Good work. Let's see if you're right tomorrow. My lady. یا داروغه گفتی که سگوشو برگردونه؟ چطوری؟ باهاش حرف زدم. تو کجا با داروغه حرف زدی؟ تو اتاق خوابش؟ باهاش معامله کردم. ما با داروغی معامله نمی کنیم. فردا جونشو نجات میدی. چی؟ میشه فردا دربارش حرف بزنیم؟ حالا وقت استراحته. من میخوام بخوابم. من فکر بهتری دارم. یکی دیگه؟ اگه به خوبی نجات دادن داروغه است، من طرف این پنیرخور هستم. بقیه غذا رو میبریم برای مردم دهکده. اونا گفتن ما قاتلیم. چرا براشون غذا میبریم؟ برای اینکه ثابت کنیم قاتل نیستیم. اونا از همون متنفرن. حالا که بازارچه بسته شده، مردم دهکده خیلی سختی میکشن. گرسنه میمونن. تو این کارا رو میکنی که دوستت داشته نه، فقط نمیخوام فکر کنن که من یه قاتلم. فرقش اینه. میخوای که دوستت داشته باشن. بذار یه چیزی بهت بگم. این انصاف نیست. من که دوستت دارم گرسنه بمونم. اونایی که دوستت ندارن سیر بشن. چی میگی؟ کارت اشتباهه. به کسانی که دوستت ندارن غذا میدی، با کسی که جونتو نجات داده کاری نداری. منم نظرمو عوض میکنم. دیگه دوستت ندارم. حالا بهم غذا بده. دهکده نتلستون. من آدم کش نیستم. براتون غذا آوردم که حسن نیتم رو ثابت کنم. من دوست شما. افرادم خسته و گرسنه‌اند. این آخرین باقی مونده غذای ماست. تو از اعتماد ما سوء استفاده کردی. تو با داروغه هستی. نه نیستم. تو دنبال جنگ شخصی خودت هستی. داری ماها رو قربانی میکنی که آخرش به ما چی بدی؟ هموطنان عزیز، داروغه شما و من براتون هدیه آوردیم. این هدیه نشانه این حقیقته که ما آزادیم و آزادانه در جمع حاضر بشیم. امروز داروغه و من هیچ ترسی نداریم. امروز همه از رابین هود نفرت دارن. امروز ما اومدیم بگیم زندگی همچنان ادامه داره. ما نمی ترسیم و در برابر یاغیان پنهان نخواهیم شد. ما زندگیمونو به خاطر این قانون شکنان تغییر نخواهیم داد. ما سرمونو بالا خواهیم گرفت. قوانین موجود حامی ماست. نباید اجازه بدیم رابین هود این قوانین رو خدشه‌دار کنه. وقتی قوانینی رو که ضامن عدالتن زیر پا میذاره، نباید ازش حمایت کنیم.
نباید بهش اجازه بدیم بازم قانون شکنی کنه و نهایتاً جان انسانهای بیگناهو بگیره. قانونی که قرار حافظ همه ما باشه. جناب داروغه و من احساس ترس و نگرانی شما رو کاملا درک میکنیم و امروز به اینجا اومدیم که اطمینان بدیم داری چی کار میکنی؟ داری آدمای بیگناه ها میکشی. تو دیگه چجور آدمی هستی؟ ماریو پس نگهبان شب تو هستی؟ حالا وقت این حرفا نیست. من میدونم چه کسی میخواد داروغه رو بکشه. جو لیسی؟ جو! بذارش پایین. کمانتو بذار پایین. بذار کارمو تموم کنم رابین. چرا اونا رو کشتی جو؟ همسر من رود تمام عمرش رو توی قلعه کار کرد. وقتی که داشت میمرد داروغه کجا بود؟ اومد به دیدنش؟ براش غذا فرستاد؟ نه، جادریکو فرستاد ازمون به زور مالیات بگیره. ما پول نداشتیم. زنم مثل سگ تو خیابون مرد. حالا اونم باید بمیره. اگه داروغه رو بکشی پرنس جا یکی دیگر رو میفرسته و مردم دهکده شکنجه خواهند شد چون که داروغه اونجا مرده. جاری نیست. فکر میکنی تو ناتینگهام تو تنها مردی هستی که هرچی میخوای میگی و هر کاری میخوای میکنی؟ ماتی و پسر اسیابان چی؟ اون یه اتفاق بود. داروغه تکون خورد. روز بعدم داروغه تکون خورد و تو 3 نفر رو کشتی. پسریه توی استبل و اون زن خدمتکار. داروغه داره میره. بذار کارمو تموم کنم رابین. نه، بذارش پایین. جو بذارش پایین. میزنم جو. تمومش کردم. داروغه رو زدم. نه، تو بدن منو زدی. یک نفر شبیه من. بیچاره جو، درد و رنجشو میفهمم، ولی چرا این همه آدم کشت؟ کار اون نبود. پس کی کشت؟ حالا بریم. دیگه چی شده لکسلی؟ من میکشمت. میخوام بکشمت. جدی میگم. دیگه میکشمت. لیسی دلیلی برای کشتن کارگر استبل زن خدمتکار نداشت. کار تو بود. این به نفع تو بود که اون آدمای بیگناه کشته بشن. فکر بدی نیست ازش استفاده میکنم. کار تو بود. قبول کن. چطور میتونم بپذیرم؟ خودت اونجا بودی. دیدی که خواستن منو بکشن. جدی میگم. آره میدونم. تو همیشه جدی میگی. اجازه بدید افرادمو بفرستم داخلش. لازم نیست. کار دیگه ای برات دارم.
گیزبون شما هستید؟ ببخشید. اومدم اینجا به اطلاعات برسونم از این به بعد من مسئول نگهبانان قلعه هستم. باور نمی کنم. باید اینو مستقیم بشنوم از خود داروغه. این امکان پذیر نیست متاسفانه. من همیشه خادم وفاداری بودم. من حتی چی؟ به خاطرش آدم کشتم. بله مطمئنم این کارو کردی. برای همینم من بعد از این جای تو رو بگیرم. دهکده نتلستون. ازت یه سوال دارم، چرا بهت میگفتن نگهبان شب؟ تو که روزا بیرون میامدی. روزا میام ولی نباید دیده بشم. این اسمم من انتخاب نکردم. به هر حال دیگه لازم نیست این کارو بکنی، چه روز چه شب. Now you're here, you mean? Yes. My father had me taught to fight. He wanted me to have choices in the world. And I choose to help the poor. You are not about to stop me doing that. But does your father know what you're doing? He thinks I enjoy embroidery. اجازه میدی؟ میخوام بازارچه رو باز کنم. بگیر، این حق توه، به خاطر رنجی که کشیدی. جان از این لحظه به بعد این بازارچه باز خواهد بود. تو فکر میکنی این کارو به خاطر افتخار میکنی؟ Glory. نه، اون میخواد دوستش داشته باشن. دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net